قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخی قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 22. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. آسیای میانه در دوره کوشانیان. پارت، یونان و باختر و کوچمنچیان. ابتدای تاریخ یوجی ها، کوچمنچیان و پارت. سال 138-37 به تخت پارت فرهاد دو نشست. خودی فرهاد هنوز خرد بود و دولت را مادرش اداره می کرد. امنیت مملکت طلب می کرد که پادشاه در شرق باشد، ولی کار یک بار رنگ دیگر گرفت. به پارت ها سلیوکیان باز هجوم کردند. کاری لشکری سلیوکیان آمد کرد و قسم های اساسی ناحیه های غربی پارت از جمله بابلستان را تسخیر نمودند، ولی تنتنه سلیوکیان طول نکشید. اهالی شهرها از غارت و استثمار بیرحمانه دشمن به داد آمده شورش برداشتند و به گرنیزان سلیوکیان در افتادند. فرهاد دشمن را تار و مار کرد. پادشاه سلیوکیان هلاک شد یا خودش را کشت. دختری او را فرهاد به حرم خود آورد. این آخرین کوشش سلیوکیان بود برای برگردانیدن ناحیه های شرقی که زمانی به آنها تعلق داشتند. لشکری پارت ها باز به بابلستان داخل شده برای یورش به سوریه تیاری را سر کردند. از پس این کامیابی های گوارا به سری پادشاهان پارت روزهای سخت آمدند. در این باره یوستین به تفصیل روایت می کند. در همین وقت اسیان سکیف ها، قبیله های کوچمنچی آسیای میانه، سکایی ها را یوستین چنین می نامد، او را یعنی فرهاد دو را مجبور کرد که برای حمایه دولت خود از راهش برگردد. گپ در این که سکیف ها در عوض مزد معین باید به پارت ها یاری رسانده ضد پادشاه سوریه انتیاخ می جنگیدند، ولی فقط بعد تمام شدن جنگ رسیده آمدند. آنها را سخت طعنه زدند که وقتی در کاری یاری نرساندند و مزدی را که باید آنها می گرفتند ندادند. سکیف ها نهایت در غضب شدند که اینقدر راه را بیهوده طی نمودند و طلب کردند که یا مزد آنها را دهند یا بر ضد یگان دشمن دیگر فرستند. ولی فرهاد دو طلب آنها را هوابلندانه رد کرد و سکیف ها جواب رد را برای خود تأخیر دانسته به غارت ملک پارت سر کردند. بنابر همین فرهاد به جنگ ضد آنها برآمد. عملیات های جنگی در سال 130 پیش از میلاد چنین صورت گرفت. فرهاد به جنگ همان لشکر یونانیان را برد که در محاربه ضد انتیاخ اسیر گرفته بود و تا به حال نسبت به آنها هوابلندانه و بیرحمانه معامله میکرد. بنابراین وقتی یونانیان دیدند که صف پارت ها اندک سست شد، زود به طرف دشمن گذشتند و کینی که برای اسیری خود کیها در دل می پروریدند به عمل برآوردند و هم لشکری پارت ها و هم خود فرهاد را از دم تیغ گذرانده غرق خون ساختند. به تخت امکی پادشاه پیشتره اردوان دو نشست. سکیف ها باشند پارت را به تمام غارت کرده به دشت های خود برگشتند. پارت زمان غیور و سربلند مجبور شد که به آنها باج دهد. ولی
اردوان یک بار کوشید که از این تابعیت رها یابد و ضد یکی از قبیله ها که یوستین آنها را تخاری می نامد به جنگ برآمد، ولی از دستش تیر خورد و دیری نگذشته مرد. این واقعه تقریبا سال 123 پیش از میلاد به وقوع آمد. به تخت پارت پسر اردوان مهرداد دو نشسته عنوانی کبیر را گرفت. فقط در عهد وی به پارت ها میسر شد که پیش راه قبیله های سکایی را گیرند و حتی همه اش نباشد هم ناحیه های اسکیف ها اشغال کرده را برگردانند. یوستین میگوید و چند بار ضد اسکیف ها با موفقیت محاربه کرد و قصاص آن آزار را گرفت که به اجداد وی رسانده بودند. در عهد مهرداد دو 123-87 پیش از میلاد پارت چنان توانا شد که پیش از این هیچ وقت به چنین درجه اقتدار نرسیده بود. مسئله پیدایش یوجی ها. جریان واقعه در یونان و باختر تماما دیگر بود. برای فهمیدن آن و فهمیدن وضعیت عمومی آسیای میانه به واقعه های مراجعت کردن در کار که در شمال و شرق خاک آسیای میانه به وقوع آمده اند و در مأخذهای قدیمی خطای ثبت شده اند. همسایه خونهایی که در خاک مغولستان زندگی می کردند یوجی نام خلقی بود. البته در نیمه دوم عصر 3 پیش از میلاد یوجی ها خیلی قوت گرفتند و حاکم خونها مجبور گردید که پسر خود را با آنها گرم دهد. ولی بعد اوضاع دیگر شد. شانیوی خونها معادن یا ماده جمعیت خونها را از جهت حربی و مأموری به یک ترتیب منظم در آورده این مردم کوچمنچی را به قوه ردناپذیر تبدیل داد. معادن 2 بار به خطای حمله کرد. امپراتورهای خان از نام وی به لرزه می آمدند. سال 176 پیش از میلاد یکی از سرلشکران خونها یوجی ها را شکست داد. پسر معادن شانیوی لاوشان سال 174 پیش از میلاد یوجی ها را تار و مار کرد. حاکم آنها را کشته از کاسخانه سری وی برای خود جام شراب ساخت. یوجی های تار و مار شده به طرف غرب به ترکستان شرقی و آسیای میانه کوچیدند. ولی در اینجا مردم زندگی می کردند که خطایی ها آنها را اوسونی می گفتند و همین اوسونی ها به اندازه خود زیر تأثیر خونها بودند. از افتکار با تحریک همین خونها اوسونی ها به جنگ ضد یوجی ها برخاستند ولی شکست خوردند. بعد یوجی ها 3 نام قبیله های را تار و مار کردند که آنها رو به جنوب گریختند و از قنطره یعنی عقبه های پامیر جنوب شرقی گذشته به گیبین یعنی قسم شمال و غربی هندوستان رسیدند. در نوبت خود اوسونی ها قوت گرفته یوجی ها را تار و مار کردند و آنها نیز مجبور شدند رو به طرف دهیه باختر گریزند. عالم اروپای غربی خلاون می نویسد که سنه هر دو سفر یوجی ها را انیق معین کردن دشوار است. عالم یابانی کووابارا تخمین می کند که یوجی ها به شمال آسیای میانه در میانه سالهای 172-161 پیش از میلاد آمده، در میانه سالهای 139-129 پیش از میلاد به جنوب به طرف ناحیه امو گذشته رفتند و این گپ‌های او به حقیقت نزدیکتر می باشند.
ضمناً به ناحیه سمرقند حاضره آنها در میانه سالهای 133-129 پیش از میلاد رسیدند. یوجی هایی که به آسیای میانه آمدند دا یوجی یعنی یوجی های کلان کبیر نام داشتند. یوجی های در ترکستان شرقی مسکون را یوجی های صغیر می گفتند. در مأخذ های انتیقی این واقعه ها تماما به طرز دیگر توصیف شدند. بسیار گپ ها را آنها عموما نمی دانستند، زیرا واقعه های گوشه های دوردست آسیا برای آنها پوشیده بود. استرابون می نویسد: از این کوچمنچیان مخصوصا آنهای مشهور گردیدند که از یونانیان باختر را کشیده گرفتند، یعنی اسیها، پسیانها، تخاریها و سکرئولها که از ناحیه ساحلی دیگری یکسر کوچیده آمدند و مکان آنها در شفت سرزمین سکاییها و این چنین خاک سغدیان جای داشت که در دست سکاییها بود. در مقدمه کتابی پامپی تراک چنین عباره هست: اسیها، شاخ تخاریها و اجل سرعوکها. در کتاب دیگر عباره هست که از جمله چنین گپ ها دارد: باختر و سغد را سرعوکها و اسیانها نام قبیله های سکیف ها اشغال کردند. بودو شدی معلومات همین، دیگر گپ نیست. یگان خیل یوجی ها حتی نامبر نشدند. در این حال کاملا روشن که هم مأخذ های خطایی و هم سرچشمه های غربی از خود همان یک واقعه های سخن می رانند که باعث زباری یونانو باختر شدند. اینک 200 سال این جانب از میانه های عصر 18 این دو گروه مأخذ ها را به یکدیگر موافق کردنی می شوند و برای این تمام خلق و قبیله هایی که در آن مأخذ ها ذکر شده اند بین خود و با دیگر نام های اتنیکی و گیوگرافی آسیای میانه مقایسه می نمایند. اما تا به حال یگان عقیده معین نیست. کیها باز تخمین می کنند که در متن استرابون کاتبان خطا کرده اند و اصلا اسیها پسیانها نی بلکه اسیها یا پسیانها بوده است که موافق قاعده های کتابت چنین سهو از احتمال دور نیست. اگر چنین باشد این دو نام همان یک خلق است، خلقی که استرابون سکرئولها نامیده است. بیشبهه عیناً همان سرعوکهای پامپی تراک می باشد. بسیار زمانشناسان این دو نام را مقایسه کرده و دیگر مأخذها را استفاده برده ادعا می کنند که نام درست آن خلق سکرئوکها می باشد که از کلمه آنها تجدید نموده سکربک یعنی سکایی های تیز حرکت پیدا شده است. اینک گفته های بالایی را جمع بست می نماییم: استرابون، اسیها، پسیانها، اسیانها، تخاریها، سکرئولها، سکرئوکها. پامپی تراک، اسیها، اسیانها، تخاریها، سرعوکها، سکرئوکها. اکنون به مأخذهای خطایی مراجعه می کنیم. در آنها اسونی ها سه و دا یوجی ها نامبر شدند. اتنانیمی اسونی در زبان میانه خطایی باید یاسوئن و در زبان قدیمه خطایی باید اسوین تلفظ می شد. اکثر وقت چنین عقیده هم اظهار می گردد که اسونی این افاده اسیها به خطایی است. مثلا برنشتاین این عقیده را قطعیاً طرفداری می کرد. در اینجا غیر از شباهت صدایی موافقت مأخذی نیز جای دارد. موافق مأخذ خطایی اسونی ها یوجی ها را تار و مار کردند. موافق پامپی تراک باشد اسیها شاهان تخاری را سکرئوک ها را از بین بردند. ولی اصلی مسئله آنقدر سهل نیست. مأخذ شناسی نامی مارکوارت امکان پذیری چنین شباهت را سخت تنقید کرده بود.
خلاون هم حقانی قید می کند که از روی مأخذهای خطایی اصولی ها در خود هفترود و تیانشان ماندند و یگان اشارتی نیست که آنها به جنوب آسیای میانه حرکت کردند، حالان که اصیهای مؤلفان قدیم یقیناً به جنوب کوچیدند. بنابر همین وی معادله اصولی ها برابر اصیها را بحثناک می نامد. باید گفت که به عقیده متخصصی برجسته لینگویستیک تاریخی خطای پول بلینک، معادله اصولی ها برابر اصیها یا اصیانها از نقطه نظر تاریخی لینگویستی هم بی اساس است. خلاص ادعای یک بودن اصولی ها و اصیها اصیانها که در ادبیات از جمله در ادبیات مخصوص نیز وامی خورد تنها تخمینی است که اساسی قضایی ندارد. در بابت سه همین را گفتن در کار. در دوره‌ای که از آن سخن می رود سه باید سک تلفظ می شد. الحال همه اعتراف می کنند که سه همان سکایی های مأخذ های فارسی قدیم و انتیقی می باشد. برمیگردیم به سری قهرمان اساسی این درامای تاریخی، به سری یوجی ها. درباره در دوره های قدیم چگونه تلفظ شدن این نام در بین سینالوگ ها یک فکر یگانه نیست. پیشتر می گفتند که این نام ناینسی یا نوایتی تلفظ کرده می شد و برای خطایی ها گاتی، گوتی، گیتری برین نام های اجنبی را افاده می نمود. الحال پول بلینک اثبات می کند که این توضیح نسبت به دوره های ثانی درست است و در آن دوره هایی که یوجی ها به دایره نظری مأخذ های خیتی افتیدند نام خطایی آنها اوورتی برین یگان نامی را باید انعکاس می کرد. همه این نازکی های زبانی اهمیت کلان دارد. وابسته به آن که نام یوجی در قدیم چگونه تلفظ کرده می شد آنها را به این یا آن خلقی که از مأخذ های انتیقی معلوم می باشند نسبت می دهند. در نیمه اول عصر 19 چنین تخمینی هم هست که یوجی ها این مساگیت ها می باشند. از عالمان سویتی تالستوف یکی از پیشگذارندگان این تخمین است. تالستوف چنین فرضیه فرانکی را به اساس می گرفت که از آسیای میانه به شمال و شرق کوچیدن یک قسمی مساگیت ها فقطی بحث ناپذیر می باشد. حالا که اصلش را گیریم این ادعا یگان دلیل قطعی ندارد، چون در آن دوره گویا انیق مقرر شده بود که یوجی های کبیر باید در قدیم گوت های یا گت های کبیر تلفظ می شدند. تالستوف نام مساگیت ها را گیت های کبیر تعبیر نمود و در همین اساس دعوا کرد که یوجی ها خودی همان مساگیت ها می باشند. اساس این دعوا نکته های غلط و بی اساس می باشند. با وجود این تالستوف به میان آمدن دیگر خیل تعبیر و تفسیر را بدون ملاحظه امکان ناپذیر دانسته است. در تاریخ خلق تاجیک عقیده طرفداران معادله یوجی ها برابر مساگیت ها مفصل ذکر گردیده. در عین حال قید کرده می شود که در بین عالمان سویتی از جمله اومنیاکوف مقابلان این عقیده هم هستند. در آمد گپ گفتن لازم که اتیمولوژی درست کلمه مساگیت ها تا به حال معین نشده است. پیشتر مارکوارد حاضر پول بلینک چنین تفسیر را به حقیقت نزدیک می شمارند که تلفظ قدیمی یوجی ها نام قبیله یتی ها می باشد که تلمی آنها را همسایه تخاری ها گفته است. نام تخاری ها را باشد بعضاً با نام سرزمینی دبن علاقمند می کنند. در عهد قدیم این نام به خطایی باید دیوان تلفظ کرده می شد که آن احتمال نامی محلی تخار را افاده می نمود. در ادبیات تاریخی چنین عقیده مقام مستحکم دارد که دبن فرغانه است.
یگان اساسی نیست که این عقیده دیگر کرده شود و آن همه جد و جهدی که هم پیشتر و هم حاضر به مقصد کشیدن دوان و طرف پامیر به طرف ترکستان مرکزی کرده می شود مطلقا اعتبار ندارند. از دیگر طرف هم مؤلفان عصرهای 4 و هم مؤلفان عصرهای من بعده یوجه ها را مدام تخار ترجمه کردند که این عقیده ارتباط داشتن تخار و یوجه ها را بار دیگر تقویت می دهد. در وقتهای آخر میل به همان گروه های علاهیده ترکستان شرقی نسبت دادن یوجه ها و تخار ها باز زور شده ایستاده است. از اولاد عصر میانگی آنها دستنویس های به ما رسیدند که به 2 زبان نوشته شده و آن زبان ها را شرطاً تخاری نامیدند. این زبان ها هند و اروپایی باشند هم نه به زبان های هندی شباهت دارند و نه به زبان های ایرانی. از محققان سویتی ریریخ و ایوانوف مایل این عقیده اند. عالم یابانی اینوکی همه این مشکلات را با راه زیرین برطرف کردنی شده است. وی همین را به اساس گرفته است که مأخذهای انطیقی و خطایی خودی همان یک واقعه ارانی بلکه 2 واقعه پی در پی 2 مرحله اصطلاحی باختر را انعکاس کردند. یعنی دوره های اولی اصطلاح را مأخذهای انطیقی و دوره های من بعده اصطلاح را مأخذهای خطایی تصویر کردند. در این صورت حاجت نیست که یوجه ها به یگان خلق دیگر که در مأخذهای انطیقی ذکر شده اند نسبت داده شود. یناکی مثل خلاون تکلیف می کند که یوجه ها سکیف شمرده شوند. و تخمین می کند که شاملان مدنیت پذیریک در سرزمین یوجه ها زندگی می کردند. با عقیده من می نویسد یناکی یوجه های عصر 3 تا میلاد از روی منزل و اقتدار خود به ترک های عصرهای 6 و 7 خیلی مانند می باشند و آن حادثه ای که چون کوچ یوجه ها معلوم است اصلا کوچ این یا آن گروه خلق از جای به جایی نی بلکه وسیع شدن حدود شرقی و شمالی دولت یوجه ها بود. باید گفت که جهت لینگویستی معادله یوجه ها برابر سکیف ها را پولی بلینک سخت تنقید کرده است. دیگر جهت های این نکته هم اساس مستحکم ندارد. عموما در 50 سال آخر به طفیل تحقیقات لینگویستی عالمان مملکت های گوناگون از جمله عالمان سویتی حل مسئله یوجه ها تکان زوری دید. خیلی معلومات به دست آمد. بسیار تخمین و نظریه های متقابل به میان آمدند ولی تمام این خبر و معلومات و فکت و مشاهده ها الحال در یک منظره معین نگنجیده ایستادند. از افتکار این گونه منظره معین در آینده به وجود آورده می شود. تمام کارهای در این بابت شده را از نظر گذرانده باید گفت که در حل این مسئله اهمیت مدرک های ارخئولوژی بیش از پیش افزوده ایستاده است. در بابت رای مناسبت های متقابل خطایی های و خون های و یوجه ها در زبان یونان و باختر تلستوف اظهار عقیده می کند که عموماً از طرف بربری ها اصطلاح شدن باختر به سوی جنوب ضد دشمنان عنعنوی خود حرکت کردن قبیله ها پیش از همه حرکت کردن قبیله های نزد ارل است. و فکر ما هم محض حادثه هایی که در محل های دور از آسیای میانه روی دادند حقیقتاً باعث آن گردیدند که به ناحیه های شمالی آسیای میانه اردوی متعددی کوچمنچیان یوجه ها زده در آمدند و در نوبت خود دیگر قبیله ها و خلق های کوچمنچی آسیای میانه را به حرکت آوردند. همین طریق گویا ریاکسی مسلسل به عمل آمد. ولی ریاکسی مذکور می توانست فقط به همین شرط اینقدر با شدت جریان یابد که اگر تشبیه بالایی را بار دیگر کار فرماییم در دیگی وضعیت مسئله کریتیکی به وجود
آمد. آسیای میانه در دوره کوشانیان. حمله قطعی به یونان و باختر. سال 206 پیش از میلاد، 10 سال قبل از آن که یوجی ها به خاک آسیای میانه داخل شدند، در سرحدهای دولتی یونان و باختر الکی اردوهای سرشماری کوچمنچیان می ایستادند. تنزل منبعه دولتی مذکور از افتکار باعث مدام از دست رفتن ناحیه های شمالی آن گردید. با مناسبت حرکت هایی که از دخالت یوجی ها به عمل آمدند، به یونان و باختر هجوم قطعی سر شد. ما نمیدانیم که این واقعه حقیقتاً چگونه جریان داشت. یکی از تخمین های امکان پذیر که مثل تمام دیگر تخمین ها بسیار جای های سست دارد چنین است: سکایی ها از تضییق یوجی ها گریخته از گذرگاه های کوهستان ترکستان شرقی و پامیر گذشته و هندوستان شمال و شرقی آمدند. سکروک هایی که در مجرای میانه سیر مسکون بودند سوغد را استیلا نمودند. از آنجا به باهای مرو داخل شدند و به جنوب به طرف سکستان، سیستان حاضره و هندوستان شمال و غربی حرکت کردند. اتحادیه کلان طایفه ها از اطراف فرغانه، تخارها و از هفترود، اینچنین دیگر فوجی کوچمنچیان از نزد ارل به جنوب به طرف باختر رهسپار شدند. سفیر خیتای ژن سیان سال 128 پیش از میلاد توانسته است قید کند که یوجی ها دهیه یعنی باختر را استیلا کردند، ولی در آن وقت قرارگاه سردار یوجی ها در شمالتر امو واقع بود. از افتکار در مرحله های اول والیان ولایت های باختر به یوجی ها فقط اطاعت وسلی را به گردن گرفتند، ولی ثانی‌تر بعد به جنوب حرکت کردن لشکر یوجی ها مأموریت یوجی ها نیز تأسیس یافته است. احتمال حق به جانب نراین است که نوشته بود: به دولت یونان و باختر با راه‌های گوناگون عملیات خلق‌های گوناگون در وقت‌های گوناگون حمله کردند. در نتیجه یونان و باختر سقوط یافت. در آخر عصر دو نیمه اولی عصر یک آخرین ملک‌های والیان یونان و باختر استیلا گردیده برهم داده شدند. به همین طریق برخلاف پارت حمله کوچمنچیان باعث تماما زوال یافتن دولت یونان و باختر گردید. شما گفتار 22 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلوف خوند. کارگردان شیرالی نغزلی.